دوباره کنار آب زیر ستاره هاییم، خوشحال از این که تو بهترین 3 ماه سالی همه چی خوبه، البته اگه بذاره پاییز. سلام بچه ها، شبتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یک ویژه برنامه دیگه در خدمتتونم. بچه ها ویدیوهای من کلا همش ویژه برنامه است، یعنی شما طرز ویدیویی که دوست داشتید میتونید انتخاب کنید و ویژه برنامه در میاد. چه خبرها؟ چیکار میکنید؟ بچه خدا وکیلی یک روز خواب خوب ببینید چقدر تأثیر میذاره. یعنی برید ویدیوهای قبلی ها ببینید که مال شب گذشته است و با ویدیوی الان مقایسه کنید، ببینید که اصلا آدم شدم به قول من. سیگارامو پیدا نمیکنم. خب فردا به حول و قوه الهی و خب بر اساس برنامه‌ای که قبلا تعیین شده بود امتحان فیزیک هست و یه مروری هم کردم. حالا چه میدونم، هم خوب پیش بره دیگه. امروز متوجه شدم یه درس کامل رو توی کلاس پریدن ازش و قرار بود درس 7 رو شروع کنیم توی کلاس آلمانی و یهو اینا پریدن روی درس 8 و خودم بعد میشستم میخوندم ببینم چیه و خب همه جا دنیا توش میکنن دیگه. فلسفه تو کردن چیه؟ یعنی چیز زشتیه یا میشه راحت استفاده کرد؟ کنم آب دیگه، مثلا آب توی چیزی میکنن. کلا اصطلاحاتی که به کار میبره آدم، تمیز کنم. خیلی هاشو من اصلا نمیدونم از کجا میاد، یعنی که کاسه زیر نیم کاسه است. دقیقا به چه هدفی یک نیم کاسه رو گذاشتن زیر یک کاسه؟ یا مثلا دسته گل به آب دادن. من که کلا چیزهای مختلفی، داستانهای مختلفی هست در مورد این که بشریت در طول تاریخ چیزهای مختلفی رو به آب سپرده.
مثلا نیکی رو در دجله میانداختن و موسی رو یادم نیست که توی کدوم رود انداختن، ولی خب چیز مرسومی بوده اشیای گران قیمت رو توی آب بندازی. معمولا باید ادامهش به این نکته برسیم، ولی همین بحث انداختن اشیا در آب همینجا تموم میکنیم و یه چیز جدید شروع میکنم. پنجره رو باز کنم. من اوضاع چنل یک بررسی کردم، دیدم تقریبا تعداد مخاطبای این کانال 6 برابر شده و خب به طبع وظایف من هم در قبال شما بینندگان عزیز 6 برابر میشه و خب قشنگ به یاد دارم روزی رو که یه دونه سابسکرایبر داشت چنل و فکر میکردم دیگه نهایتا همینه دیگه، ولی خب آدم برای هر چیزی تلاش کنه نتیجهش هم میبینه دیگه. خب همین نرخ رشد 6% شما تصور کنید در طول یک ماه من میتونم تبدیل بشم به معروف ترین یوتیوبر توی کل این پلتفرم. و خب اصلا آدم کم میاریم اگر که قرار باشه همینجوری ادامه پیدا کنه تا آخر ماه مجبوریم که اکانت فیک بسازیم و با 2-3 تا اکانت نفری مشترک بشیم. دیشب رفتم یک مانتیس شکار کردم طبقه پایین. ساعت طرفای 12 بود که یکی مسیج گذاشت توی گروه واتساپ ساختمون که یک حشره توی اتاقمون هست و توی همون هست، ما هم نمیتونیم بخوابیم، خواب به چشممون نمیاد و تو رو خود یکی بیاد برش داره. رفتم گرفتم مانتیسه رو گذاشتم توی خیابون هوا بخوره و گفتم که بذار توی واژه‌نامه سرچ کنم ببینم که معادل مانتیس به آلمانی چی میشه، که فردا مثلا اگر که خواستم صحبتی داشته باشم توی کلاس آلمانی همین خاطره دیروز رو تعریف کنم، میشد دعا کننده خدا. و خیلی جالبه که دو تا فرهنگ متفاوت یه اسم کم و بیش مشابه گذاشتن برای این موجود و توی فارسی هم آخونده که دیگه
دیگه آره بعد رفتم مانچستر رو گذاشتم سر کوچه و اومدم بالا بچه ها بهم جایزه دادم برای کار خوبم و بیسکویت بهم دادن که خب یه مقدارش خورده شده ولی خب دستشون درد نکنه به هر حال. و من حتی فکر کردم که یه مقداری حشره مشره پرورش بدم و هر موقع به مضیقه خوردم بل بدم توی ساختمون تا از همین روش امرار معاش کنم و خب روش دور از انتظاری هم نیست. یعنی مسیح هم تقریبا همین جوری زندگی میکرد و تازه طرف میتونست که آب رو تبدیل به شراب کنه، مرده رو زنده کنه و همه این قابلیت ها رو داشت و باز هم ترجیح میداد که صدقه بگیر زندگی کنه و من که دیگه اون قابلیت های تبدیل شیمیایی ندارم، توجیه پذیرتره برای من. کلاً آدم بخواد فکر کنه پول یک مفهوم بسیار انتزاعیه که بشر برای خودش خلق کرده و آدم بدون داشتن پول هم امکان بقا رو داره. یعنی بره توی جنگل و با میوه ها و شکار حیوانات زنده بمونه، کما اینکه چند هزار سال اول هم همینجوری سپری می شده. نهایتاً یک داد و ستدی بوده و گندم میدادی جو میگرفتی و بالعکس. کلا خیلی از مفاهیم رو بشریت خودش برای خودش ساخته. یعنی تو الان برای یک مریخی بخوای توضیح بدی که دولت چیه و چجوری کار میکنه، میگه خب نه این چیز حقیقی نیست. یعنی تصور کنید فردا همه بلند بشن و دیگه به مفهومی تحت عنوان دولت باور نداشته باشن. به همین راحتی یه دولت میتونه دچار فروپاشی بشه. خب همه دیگه، یعنی مثلا خود کارگزارای دولت هم فردا صبح هیچ پایبندی نباید داشته باشن به این مفهوم. در مورد فیزیک و امتحان فردا بچه یک انجمنی هست تحت عنوان SI که شاید هم اسم انجمنی نیست، ولی یک سری آدم اومدن و یه جدولی درست کردن و توش 7 کمیت رو گذاشتن به عنوان کمیت های اصلی که خب کمیت های مستقل میشن. یعنی تمام سازوکارهای فیزیکی آدم میتونه با 7 کمیت اصلی اندازه گیری کنه. این شتاب یه مؤلفه‌ایه که از ترکیب مسافت و زمان به دست میاد
و خود مسافت هم مثلا تغییر دوتا فاصله است و کلا یعنی به هر چیزی فکر کنید که تعریف فیزیکی داشته باشه توی 7 قلمرو میتونید دسته بندیش کنید و با جمع و ضرب و تفریق اینا میتونید مابقی مفاهیم رو بسازید. خیلی جالب میشه اگر که در آینده یک سری دانشمندا تحقیق کنن و کشف کنن که خب همین هفته رو هم میتونیم محدود کنیم و بر فرض مثال جرم میتونه یک تابعی باشه از مول و خب جرم هم بعد از این کشف از تو جدول SI کلا خط میخوره. حتی توی شیمی هم همینطوره، یعنی شیمی هم به ظاهر یک جدول پر طمطراقی داره که 100 و چند تا بود 117 تا عنصر داره، ولی نهایتاً شما یه سری پروتون داشته باشی و نوترون و الکترون و اینا رو لگووار با هم دیگه بچسبونی میتونی هر چیزی که دلت بخواد بسازی. و خب ما اگه اینقدر جای این که کار کنیم، تحصیل کنیم و کار مختلف انجام بدیم، اگر که می نشستیم و با تشت پروتون نوترونمون شروع میکنیم طلا ساختن، دیگه نیازی نبود اینقدر کار کنیم. قشنگ طلا میساختیم و میرفتیم مارکت خرید میکردیم. اصلا خود مواد غذایی رو میتونستیم با همین تشتای الکترون و پروتون بسازیم. خب خیلی حوصله سربر میشد اینجوری دیگه، یعنی هر کاری میخواستیم بکنیم دوباره میرفتیم بالا سر ظرف و خیلی تکرار میشد. از این لحاظ زیاد بد نیست. شاید باید صبر میکردم مثلا 1-2 روز بگذره و دوباره ویدیو میگرفتم. من خب امروز هم در مورد چیزای خوبی حرف زدیم دیگه، در مورد فیزیک و مانتیس دسته گل به آب دادن و موسا. مسیح هم بعد دوباره یه جای وارد بحث شد و خیلی جالبه که تو این اپیزود 2 تا پیغمبر و پیغمبر عادی هم نه، 2 تا پیغمبر اولوالعزم مهمان این اپیزود بودن و خوشحالم به هر حال. و حتی نوح، بذارید اولوالعزم سوم رو هم وارد داستان کنم. نوح هم داستانش این بود که چیز رو در آب مینداخت. شاید اگر که شاید همون قطعه پازل گم شده که میتونه 7 کمیت اسای رو تبدیل به 6 تا کنه، اینه که دانشمنده یه چیزی باید داخل آب بندازن و به کشف بزرگی برسن، مثل بنده خدا ارشمیدس که خودش رو درون آب انداخت و پیدا کرد، یافت.
دارم فکر کنم که چه چیزهای دیگه ای رو میشه در آب انداخت و آیا هر شی رندومی اگر که توی آب بندازید این نتیجه قابل تشریح و تفسیری میده یا نه. مثلا چای نپتون رو هم من شنیدم که در ابتدا یک کامیونی بوده و اینجا بهش میگن الکاوه، ولی نمیدونم ما بقیه فرهنگ رو به خاور و کامیونای بزرگ چه میگم، ولی یک الکاوه بوده که چای عادی داشته حمل میکردن. این تصادف میکنه وسط راه و چایاش همه میریزن کف خیابون یا چنین چیزی و وارد جریان آب میشن و طرف میبینه که ای وای بارام رفت، چایا رو قرار بود بفروشم و تبدیلش کنم به پول، ولی گویا زیاد هم بد نشد. یعنی داره کم و بیش همون چایی رو میده که قرار بود دم بشه و یه سری فرآیند اضافه حذف میشن از این وسط. چای نپتون رو هم از توی آب انداختن چای عادی بشریت موفق به اختراعش شد. بله، من شاید بعد از اتمام این ویدیو برم یک ظرف آبی تهیه کنم و به هر حال هر چیزی دارم رو وارد کنم ببینم که چی میشه. حالا انتظار ندارم که از کمیت‌های جدول اسای چیزی بکاهم، ولی شاید موضوع خوبی شد توی ویدیوهای بعدی در موردش حرف بزنیم. بله، مواظب خودت باش. شب خوبی داشته باشی.